بسم الله الرحمن الرحیم. به ادامه ویدیوی قبلی که در مدیول اول معرفی اپیدمیولوژی بود، در این ویدیو هم به معرفی علم اپیدمیولوژی پرداخته شده است. یکی از اهداف اپیدمیولوژی شناسایی عوامل خطر و ریسک فاکتورها بر امراض بود. خب به خاطر رسیدن به این هدف اپیدمیولوژیستان نیاز به ابزار داشتند. در این قسمت ما روی دقیقاً او ابزارها صحبت نمی کنیم، ولی یک مرور کلی می داشته باشیم که چگونه از این ابزارها استفاده میشه و چطور با استفاده از اندازه‌گیری برای خطر امراض ما خود به وقایع می رسانیم. یکی از میتودایی که اپیدمیولوژیست‌ها از استفاده میکنند تا خود به خطر امراض یا ریسک فاکتورهایی که شخص در معرض خطر قرار داده او شناسایی گروپ های در معرض خطر بلند هست. یعنی یک پاپولیشن 1000 نفری است، ولی از 1000 نفر فقط 100 یا 200 نفرش در معرض بلند خطر دیابت قرار دارند. اپیدمیولوژیست ها در تلاش همی هستند که همی از یک جمعیت 1000 نفری همو 100 نفری که در معرض خطر بلند دیابت یا هایپرتنشن قرار دارند شناسایی کنند. سوال ایجاد میشه چرا ما باید همچو گروپ های در معرض خطر بلند شناسایی کنیم؟ چی فایده داره و چی کاربرد داره؟ و دو دلیل عمده ما این گروپ ها را شناسایی میکنیم. اولین موردش از طریق شناسایی این گروپ ها ما خود به عامل میرسانیم. یعنی وقتی ما بفهمیم کدام گروپ در معرض خطر بلند است، تمام عواملی که این افراد در به معرض بلند خطر قرار داده را جستجو میکنیم تا اینکه خود به عامل یا هم عوامل خطری که سبب مرض میشه برسانیم. یکی عامل است، یکی خصوصیات فرد است. امکان داره بر علاوه عوامل بیرونی یک تعداد خصوصیات شخصی یا فردی مربوط به خود شخص هم امو افراد در معرض خطر مساویت قرار داده باشه. این خصوصیات اکثرا به دو کاتگوری تقسیم کردن که یک خصوصیات تغییر ناپذیر است، مثل سن است، جنس است و نژاد است. مثلا با پیشرفت سن یک تعداد امراض هم انکشاف پیدا میکنه، ولی تغییر ناپذیر است، به خاطر که ما نمیتونیم از پروسه ایجینگ یا مسن شدن جلوگیری کنیم. و به همین ترتیب خصوصیات دیگه که به نام خصوصیات تغییر پذیر یاد میشه. هدف عمده اپیدمیولوژی تغییر دینامی خصوصیات است. با شناخت ریسک فاکتورها، با شناخت خصوصیاتی که یک شخص در معرض مساویت به امراض قرار میده، کوشش صورت میگیره که امی خصوصیات از جهت منفی به جهت مثبتش سوق بدن تا اینکه از مرض وقایه کرده باشند. مثالای از این مثلا چاقی بوده میتونه، رژیم غذایی غیر صحی یا یک شیوه زندگی غیر صحی، تمامش از خصوصیات تغییر پذیری هستند که فرد در معرض خطر بلند قرار میده. هدف دیگه‌ای که ما گروپ های در معرض خطر بلند شناسایی میکنیم این است که ما برنامه‌های وقایعی مورد نیاز به اشخاص پیشکش کنیم. مثلا یک شخصی که مریض HIV است و ما بریم در ارتباط با توبرکولوز به شخص معلومات بدیم، طبیعی است که یکی بیفایده است، وقت ضایع شده، و دوم که شخصی که مریض است این معلومات نیاز نداره و از او استفاده نمیکنه. بنابراین ما با شناخت گروپ های در معرض خطر بلند همون خدماتی که نیاز داره را برشان میتونیم به شکل مؤثرش ارائه کنیم. معمولا پروسه‌ای که ما علت امراض یا ریسک فاکتورهای امراض شناسایی میکنیم یک پروسه مرحله به مرحله است. در مرحله اول باید مشخص شود که آیا ارتباط بین مرض و یک عامل هست یا نه، یا یک خصوصیت یا یک عامل، مثلا عامل محیطی بوده میتونه یا خصوصیات شخص که عامل مربوط به خود شخص است. وقتی مشخص شد که ارتباط بین مرض و معروضیت یا هم یک ریسک فاکتور هست، در مرحله بعدی از امی اسوسییشن یا ارتباط ایسایوی یک ارتباط علتی استنباط میشه. به این معنی که اگه خوب ارتباط بین از یا هست و یک ارتباط ایسایوی است، آیا ارتباط علتی هست یا نه، در مرحله دومی مثلا مشخص میشه. بنابراین پروسه شناسایی علت امراض یک پروسه مرحله به مرحله است، یک پروسه منطقی است که به نام اپیدمیولوژیک ریزنینگ هم یاد میشه. ما بیشتر از شناسایی عامل خطر گفتیم. با شناخت عامل خطر امراض وقایع آسان میشه، وقایع یقینی و عملی میشه. معمولا 3 نوع وقایع وجود داره که وقایع اولیه است، دومی است و سومی است. وقایع اولیه هدف نهایی ای است که افراد صحتمند یا افرادی که هنوز مریض نیستند را از معروضیت با عامل خطر مرض جلوگیری صورت بگیره.
یعنی از تماسی افراد با عامل خطر جلوگیری صورت بگیره که تا این افراد مریض نشوند. مثالای از وقایع اولیه شامل معافیت یا ایمنیزیشن همون واکسیناسیون است، کاهش معروضیت با عامل خطر است. مثال ساده از پوشیدن ماسک از دمی دولوده. و قرار تحقیقاتی که بدون رساج را کردن پیدا شده میگه سیگرت کشیدن، اگه ما بتونیم سیگرت کشیدن در یک جامعه قطع کنیم، ما میتونیم که تا 80 الی 90% واقعات سرطان در بین افراد کم بسازیم. و در صحت عامه و در هدف اصلی و نهایی وقایع اولیه است تا اینکه افرادی که صحتمند هستند به هیچ مریض نشوند. نوع دیگه وقایع دومی است. وقایع در هر مرحله میتونه عملی شود، چی شخص مریض باشه چی نباشه. وقتی که فرد مریض شد ما میخوایم از اعراض و علائم از اختلالات بعدی مرض جلوگیری کنیم. اینجا هم پس وقایع صورت گرفت. در وقایع دومی هم شخص با معروضیت ها تماس پیدا کرده، با عامل خطر تماس پیدا کرده، اما اعراض و علائم کلینیکی نداره، یعنی مرض پیشرفته نشده. معمولا در وقایع دومی مرض در مراحل اولش تشخیص میکنن که برش early detection میگن تا از اختلالات بعدی مرض جلوگیری صورت گرفته باشه. یکی از ابزارهایی که در اینجا استفاده میشه همون اسکرینینگ است. اسکرینینگ تست‌ها یا تست‌های آزمایشات اسکرینینگ بر امراض است که امراض در مراحل اولش شناسایی میکنه. چند فایده ای را که وقایع دومی داره ای است که اگر مرض در مرحله اول شناسایی شود، پروسه تداوی هم ارزان میشه، هم آسان میشه و هم دیگه مؤثر واقع میشه و نیاز نمی باشه به مداخلات جراحی و همچنان مداخلاتی که هزینه بسیار زیاد داره. پس این از فواید عمده وقایع دومی است. به می ترتیب وقایع سومی است که در وقایع سومی هدفی است تا از اختلالات مرض جلوگیری صورت بگیره و همچنان از معلولیت ها جلوگیری صورت بگیره. چون در این مرحله شخص مریض شده، اعراض و علائم هم داره، یک اندازه مرض پیشرفته تر شده. بنابراین در اینجا هم وقایع عملی است. چرا؟ به خاطر اینکه ما میخوایم فرد از معلولیت یا از حالتی که کاملا ناتوان شود و دیگه توانایی فعالیت‌های فیزیکی نرمال نداشته باشه، میخوایم از او حالت وقایع کنیم شخصه. معمولا در این پروسه باز پروسه ها یا مداخلات قیمتی تر و اینوستیو یا تهاجمی، عملیات جراحی به سطح پیشرفته تر شاید نیاز باشه که هزینه بلند کار داره. مثال از وقایع سومی مثلا احیای مجدد نزد افرادی که حمله قلبی را سپری کردن و ما میخوایم که جلوگیری کنیم از عملیات بعدی. یکی انواع وقایع بود که بس این نوع بود تشریح شد و دیگه شیوه یا اپروچ ها بر وقایع هستند. معمولا دو شیوه هم وجود داره، یکی شیوه نفوس عمومی که پاپولیشن اپروچ میگن و دیگه های ریسک یا شیوه خطر بلند است. در شیوه نفوس عمومی وقایع یا اقدامات وقایوی به سطح یک گروه خاص نه بلکه به سطح تمام نفوس در یک جامعه تطبیق میشه. مثال از هلت ایژوکیشن یا تعلیمات صحی بوده میتونه، واکسیناسیون هم شاملی مسئله میشه. جدا از اینکه کدام گروه در معرض خطر است یا نیست، همگی واکسین میشه، بر همگی معلومات صحی ارائه میشه. و شیوه خطر بلند که در اینجا معمولا کسایی که در معرض خطر بلند قرار دادن برنامه‌های وقایوی منحصر یا مختص بر اونا می باشه. مثال از این برنامه ردیابی کلسترول اطفال صرف در اطفالی که فامیلشان هم مصاب به کلسترول بلند خون هستند یا در خطر بلند مرض قرار دارن. خب اینجا شیوه نفوس عمومی ارزان است، غیر تهاجمی است و در حالی که شیوه خطر بلند قیمت می باشه، هزینه زیاد کار داره و همچنان تهاجمی است و ناراحت کننده است. به خاطر که در شیوه خطر بلند معمولا یک سلسله امکان داره پروسیجرهای جراحی هم مداخله صورت بگیره از طریقش و نیاز شود و در صورتی که به عملیات ها و جراحی های مغلق نیاز بود، طبیعی است که او پروسه ها باز قیمت هم می باشه. شیوه نفوس عمومی من حیث یک شیوه سطامت تلقی شده و در حالی که شیوه خطر بلند نیازمند فعالیت‌های کلینیکی است.
در بسیار از حالات هم از هر دو شیوه استفاده میشه، هم از شیوه نفوذ عمومی و هم از شیوه خطر بلند. یعنی یک پروگرام وقایوی امکان داره اول به سطح تمام جامعه تطبیق شود، بعد از او گروه هایی که در معرض خطر بلند قرار داره اونا شناسایی شوند و اقدامات وقایوی مورد نیاز بر اونا ارائه شود.